امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چطور روی ماینکرافت شیدر نصب کنید. برای این کار شما نیاز دارید به 3 تا برنامه. یکیش که خب ماینکرافت پچ شده است، گوگل که حالا روی همه دیوایس ها هست، و استرو که اینم میتونید از بازار یا مارکت دانلود کنید. وارد گوگل میشید و اینجا قسمت سرچ جمله ماینکرافت پچ رندر دراگون شیدرز رو حالا سرچ میکنید و سایت اولی که مربوط به گیت هاب است رو باز میکنید. وقتی باز کردید اینجا قاعدتا باید بیایید پایین و اینجا روی نسخه 1.21.21.01 رو کلیک میکنید تا این صفحه براتون به نمایش بیاد. شما حالا روی این گزینه آبی رنگ کلیک میکنید تا فایل واسهتون دانلود بشه و بعدش نصبش میکنید. وقتی نصبش کردید خب حالا ما کاریش نداریم، وارد استرو میشید. قبلش حتما فایل شیدرم دانلود کنید، لینکش توی توضیحات هست. وارد تب دانلود میشید. وقتی شدید خب فایل شیدر رو پیدا میکنید. اسم شیدر سولار شیدر MCP اندروید 1.21.mcpack روش کلیک میکنید و حالا این ماینکرافتی که نصب کردین آیکونش این شکلیه رو روش کلیک میکنید تا بالا. وقتی بالا اومد شما وارد ستینگز میشید. اینجا توی گزینه گلوبال ریسورسز اینجا اکتیو شما باش کاری نداشته باشین. اینجا روی مای پکس کلیک میکنید. خب اینجا میایید پایین و سولار شیدر رو پیدا میکنید، همین شیدر، و از این دکمه پایینش اکتیوش میکنید. اینجا حالا پلی رو میزنید و یه دنیا واسه خودتون میسازید و صبر میکنید که لود شه. خب دنیا به راحتی برای شما لود شد. الان میتونید بازی کنید و لذت ببرید. اگه دقت کنید این شیدر حتی آب واقعی داره، گلوینگ اور داره و شیدرها سایه ها به راحتی نمایش داده میشن. الان رندر که لازم روشن باشه این شکلی میشه آسمونتون. حالا سایه هاشن یکم واضح تر و قشنگ ترن. اینجا خب گرافیکش هم فنسی طور میشه و دیگه فست نیست و همین دیگه. مرسی که تا اینجا ویدیو تماشا کردید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بتونید استفاده کنید. حتما اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید، برای ما کامنت بذارید و منو دنبال کنید تا انرژی بگیرم و از این طور ویدیو براتون بیشتر بذارم و اینکه